این بسیار یک جرمی بزرگ است. این بسیار یک معصیت کلان است. ولی امروزها بینید در رسانه ها و در تلویزیون ها و در مجله ها و در هر جا خبرها و چیزها را میشنویم که پدرها با دخترای خودشان، برادرها مقصد با خواهرهای خودشان، برادرها با ینگه های خودشان، بینین با نبیره های خودشان وقتی نزدیکی میکنن، این یک دهشت های برادر عزیز، این یک بدبختی های. برای همین این حجت نیارین. شما حجت از قرآن بیارین که ما را در قرآن الله مهربان من کردگی است که هیچگاه مقصد حتی بینین وقتی که یک زن میگیری، یک زنی بیگانه را میگیری، در یک نکاح خواهری او را در آوردن اجازت نیست. کجا گپ در سری خواهری خودت میرود؟ یعنی از یک عائله مقصد اپا و خواهر در یک نکاح در آوردنش حرامه. وقتی اونها که با بیگانه، وقتی اونها حرام باشد، خواهری خودت در نکاح در آوردن یا اپای خودت قطعی نکاح کرده و عشق ورزی کردن، اینها برادر عزیز حرام هستند. اینها را به دین، اینها را به اجازت الله ربط نتین، زیرا اینها بسیار گناهی بزرگند.